سلام رفقا، به کانال مووی خوش اومدین. این سری با یک فیلم اکشن در خدمت شما هستیم. امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید. اسم فیلم مکس دیوانه 5 هست. این فیلم مدخول 2024 هست. داستان فیلم مربوط به آینده است که در آن آب و غذا به سختی به دست میاد. این دختر اسمش یویوسا که در منطقه بک و تازه زندگی میکنه. گروهی از آدمان منطقه آنها را که زندگی میکنن پیدا میکنه. یویوسا با استفاده از سود گروه خودش خبر میکنه که غریبه وارد منطقه آنها شده. وقتی گروه میرسه که خیلی دیر شده، اونها با استفاده از موتور یویوسا رو با خودشون میبرن. تو این گروه مادر یویوسا که خیلی هم جنگجوی خوبی هست تعقیبشون میکنه. نباید بذاره کسی از اونها زنده بمونه، زیرا منطقه اونها رو لو میده. مادر یویوسا تکتیراندازه. نفر آخری که دختر پشت موتور هست نمیتونه بزنه. یکی از اونها جون سالم به در میبره. دختره رو میبرن به گروه مانتیس که خیلی بیرحمه. مانتیس میگه امروز نمیخواد چیزی بگی، فردا ما رو میبری منطقه خودت. شب مادرش میاد نجاتش میده. مانتیس تعقیبش میکنه و مادر یویوسا رو میگیره و جلوی یویوسا مادرشون میکشه. یویوسا رو با خودشون میبرن. سالها میگذره و یویوسا پیش گروهی دیگه بزرگ میشه. اونها مسئول حمل غذا با ماشین به گروه مانتیس هستن که مانتیس به اونا خیانت میکنه. یویوسا که دلش پر از کینه و انتقام از مانتیس هست میخواد مانتیس رو بکشه. بعد از درگیری زیاد بین مانتیس و یویوسا گروه مانتیس از بین میبره و مانتیس رو میگیره و شکل وحشتناکی زجرکشش میکنه. امیدوارم از دیدن این فیلم لذت ببرید. ساب و لایک یادتون نره و ما رو حمایت کنید.